بازار اردکان اومدیم با بچه‌های گروه مدیتیشن اردکان و میبود. امروز قراره اول با یه شکرگزاری و دعا شروع بشه و بعد مدیتیشن حسین اورا که با مامانشون خیلی زحمت میکشن برای گروه. ممنون از همگی بچه‌ها که تشریف آوردن و بعد از مدیتیشن هم جرنالینگ انجام میدیم و صبحونه بچه‌ها میخورن. دور هم هستیم با انرژی خدا، طبیعت. ممنون از همگی که تشریف آوردن. مدیتیشنی که توش تمرین میکنیم ارتباط برقرار کردن با ندای درونی رو. امروز قراره بشنویم صدایی رو که معمولاً تو هیاهوی ذهن گم میشه و به گوش ما نمیرسه. پروردگارا تو را سپاس میگوییم که یک روز دیگر به ما زندگانی بخشیدی تا با آسودگی و آسایش در کنار خانواده و یاران و دوستان با سرافرازی به شامگاه رسانیم و به امید فردایی بهتر و مهرافزونتر شبانه را به ستبیدی بامداد برسانیم. ایدون باد، ایدون باد، امروز گوش میدیم به صدای سکوت، به ندای روح، به جایی درونت که جواب سوالات رو داره و همیشه در حال راهنمایی کردنت. یزدان پاک، سرزمین ما و تمام سرزمین‌های دیگر را از عفریت شوم جنگ‌ها و خونریزی‌ها و بلاها به دور دار و آسایش و آسودگی را با تلاش زمان و مردان پاکدامنش به انسان‌ها ارزانی دار. برای شنیدن این صدا باید کمی از هیاهوی ذهن فاصله گرفت. ما همه یه گفتگوی درونی دائمی داریم. این گفتگوی درونی همیشه در حال قضاوت کردن، مقایسه کردن و پیشبینیه. این گفتگوی درونی دائمی تنها دلیلیه که ندای درونیت بهت نمیرسه. با فاصله گرفتن از ذهن شخصی صدای ذهن کیهانی رو خواهی شنید. با تقویت ارتباطت با این صدا متوجه میشی که این صدا همیشه در حال راهنمایی توه. گاهی از طریق نشونه ها، گاهی از طریق تصاویر و یا حتی گاهی از طریق یه احساس عمیق قلبی. پروردگارا تو زن و مرد را یکسان و آزاد آفریدی تا هر یک در جایگاه خود قرار گرفته و همتا و همراه و همسان در بهسازی جهانت کوشا باشند. ایدون باد. خدا رو شکر اولین مدیتیشن با صدای حسین اورا این مدیتیشن انجام دادیم. واقعا خیلی خوب بود، یعنی آرامشه و اون حسی که حالا با تجربه کنی. حالا من هر چیز در موردش بگم فایده نداره که از زبونم قاصره. انشالله که بچه‌ها بیان استفاده کنن، واقعا یه چند مدتی از این زندگی روزمرگی حالا خودشون رو رها کنن، بیان تو دل طبیعت و اون آرامش رو داشته باشن که تی همه حالا دویدنا به قول معروف سر کار رفتنا بالاخره همه اینا داشتن یه مقدار آرامشی که تو زندگی آدم داشته باشه. هیچ کدومش هم نمیشه با پول بخره.